نام خدا کجی. آفرین تا به فعلا نفر اول کجیر ولد ماما نوروز از زیر بیدا پلو درخت سوخته. آفرین. من کاش میکنم ماما. چی کار میکردی؟ من کاش میکنم آره. چی کاش میکنی؟ موتره. معلوم میشه باز. الان سعی کن نفر اول بگیم. نفر اول کجیره. باشه من اگه ندارم. اگه کاش کردی سیه شاید تو هم دیو میشی. خوبه. اگر از این جلوی کردی نفر اول بشی. خوبه. کی نوبت منه؟ اول نوبت هم برسه باشه که کجیر اون دقیق کم کنی یک بار. جا کجیر هیچ کی نمیتونه گرفته. میفهمم بابا این خیلی آدمیه ای. برسون دگم. چطوره گیلک جان برو. چطوره؟ نوبت منیه میگم. این داور سایه. جان. که گیلک هم کش کنه این موتور. بس لالا که یک بار نوبت برسه. نوبت گیلک بگه نگه که نوبت منه. پاشو به میدون. خوب. پاشو. نوبت گیلک. پاشو که نوبت تونه خود خونه شنده. خوردن نگفتین. موتر به کمر کش کو بده. بخصه که بابا یک بار کش کنه چی کلی خورده. یا بگیریم موتر. بری معلوم کو خود خونه. بیا گیلا. بیا بگی. ایت بیا. نشو گیلک جو برو. آرزی سے پیش کنی سر بالا هم باشه گیلک جو. خوبه. باشه چاو. همین تکه نام خدا. خلاصه. برو بخیر. باید اینجا بسته. داور سایه رو نمی کنیم دیگه لور صاف کنیم. بچه شکر. برو بخیر. نمیشه. اول چی گفتم برای تو؟ و نمیشه کمر من بشکا. تو میجا کشیره بگیری. با ما دیو هم باشه. اول. بگو. قبورغاتو مشکنه قبورغاتو. چه کار کنم پا؟ آیسته کشکو خواهد کو دگه. این تنه تو با دروخ کنون کردی وقت کش کو. صبر. بیا. به پای دارم. چی اقام وای میگیره. به پای دارم. نه نمیشه کمر من بشکا. از این میمونی. این گوشت بغزاله خورده برچی بخورده گوشت بیاد کردی تو بیا. تو هر ساعت چی خودی برابر تنه شلغم. داری میخوری یک موتر نمیتونی کش کنی. والله لفظه جرری. بره. آفرین کشیر خان آفرین. بدیدی که چکا که گیلک. خیر بینیم لالا خیر بینیم. یک 500 هم من میدم تو. آفرین. بدیدی ماسک گیلک جاتور بگیره. تشکر. قهرمانی تو. خیر بینی لالا خیر بینی. آفرین کجی آفرین. ماسک بیا جاتور بگیره. گفتم من اول میشم. نمیتونه او. کار کس نیه ای. جان. بله. آنی هم از طرف من 100 تا 500 خیر بینیم. خیر بینی لالا خیر بینی. سلامت باشی. نوش جان تو ما به تو افتخار میکنم. زنده باشی. واقعا افتخار اراد کنه. بعد پیلاتو سعی کنم چنده. 1 2 3 4 5 6 7 3,500 افغانی استاد شد. کجیر در مقابل گیلک نفر اول شده با موتر کشی که موتر تقریبا 4000 کیلو وزن موتر بوده. گیلک خوشبختانه البته خوشبختانه نه بدبختانه گیلک گریه کرده برای بخونه. کجیر جان نفر اول شد. یک چک چک به افتخار کجیر جان. واو بیا کجیر جان آفرین.
میدی گله؟ کجا بدی؟ از صبح تو به کجایی؟ برفتم موتر کش کردم. چه به تا صبح خرابه؟ چیکار کردی؟ موتر کش کردگی. موتر کش کردگی یعنی چی؟ برفتیم به چیز به موکو. خب به تخت سفر. به تخت سفر رفتیم اینجا گفت انا مسابقه در مقابل من چیز بوده کجیرک. خب اون موتر کش کرد. اون 50 متر موتر کش که من نتونستم. کمر ما به درد آمد من گریه. انا مردم بزو چک کردم من چک نکردم. رفتی موتر کش کردی؟ ایت گلر میگم بگیرم اما کم انرژی بخیر که قوت گیرم مثلا میوه بخیر که قوت گیرم. شیشه خیلی بدادم و خوردم شکم من باد کرد. نتونستم کش کنم. تو بفتی که موتر کش کنی؟ کجیر ببرده؟ ببر. دست من همین تکد دست من ایت نکردن دست از اونی تکدم. ای جان فلینی برنده. گله تو من نگفتم. چی گفتی؟ همون روزم گفتی امریکا مسابقه بدم. گفتم بمیرد این کارا نگردک. تو نو خوردن خور نداری گله. تو میری که موتر کش کنی. هم گفت خور علاف ادرو خور علاف نکن. او هم قطع من بدردی کجیر هم قطع من بودی خوب. من مسابقه میبردم. همین بعد که از تو خورتگاه که موتر ببردک تو نتونستی کش کنی. وای وای خواهم وی کار تو میخنده. میگه سیکی تنیازی سیکو چی لگه که سیکو تو. تو بگفت مابرو منم نور پیش از اونا. ادرو خور علاف هم نکن. چیکار کنم؟ نمیشه برم مستقل کش کنم. برای شکم خوبه گردک. برای از کارا نگرد گله. یک شیشه به خود دادم. برای رو یک شیشه خود دادی برای شکم خوبه گرد. به این خونه یک دلوغ نونو بیار. نمیشه اوشته کش کرد. عباس. او چیزا چمه داره. اون مصرف داره. ای به میه قطع رزق و هرچه که بنداخته نوی به منجگاه هم تکمیت نمیکن. باور میکنی؟ خوب دیگه. شیر مادر من بیامدم خدا میدونه بزوی چندی بشخیشی دادم. بشخیشی هم بو شده باشه. اگه تو میبودی به تو هم میدار برو دیگه برای چیزا نگرد گله گله دارد چیزا رو برو. تو با می کارا خوشحالی که بری. برای غریبی که هیچی خوشحال نی.